گیم کلاب، پادکستی برای گیمرها. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. سلام به همگی، خوش آمدید و خوشحالیم که در همراه شماییم با اولین قسمت پادکستمون که درباره اتفاقات و حواشی صنعت بازیه. اولین قسمت امروز رو به مایکروسافت و آینده ایکس باکس اختصاص دادیم. قبل از اینکه شروع کنیم یه توضیح درباره روند کار بدم. این پادکست به 3 بخش تاریخچه، توضیحات یکی از دوستانم درباره موضوعات و در آخر نظر و نتیجه گیری یکی از دوستان دیگرم تقسیم میشه و خوشحال میشم با ما همراه باشید. خب تاها، قبل از اینکه اخبار این چند وقت رو توضیح بدی، یک کلیتی از گذشته مایکروسافت به ما بده. خب سلام عرض کنم خدمت همه عزیزانی که پادکست ما رو گوش میدن. قبل از همه چی اول باید ببینیم ایکس باکس چه بلایی سر شما هست که به این وضع افتاده. سال 2013 بود که بعد گذرانده یه نسل طلایی میشه با مایکروسافت که با درش داشت و فکر کرد هر تصمیم بگیره همه باش کنار میان و هر کاری میخواد میتونه بکنه و همین باعث شد پیتر مور رئیس بخش گیمینگ مایکروسافت یه سری سیاست‌های غلط اجرا کنه که همین به علاوه کمبود بازی انحصاری سبب سقوط ایکس باکس و تقریبا محو شدن شروعات نسل 8 شد. بعد 7 سال به پایان نسل 8 رسیدیم و نسل 9 مایکروسافت با خریدایی که انجام داده بود، ناشرایی که به مالکیت خودش در آورده بود، قول یه نسل طلایی دیگر داده بود، ولی خب همچنان خبری نبود و حتی در سال 2023 با کلی وعده وعید هم باز در حد انتظارات واقع نشدن. این اتفاقات افتاد و کم کم زمزمه‌های ناشر شدن این پلتفرم به گوش میرسید که همه رو نگران کرده و توضیحات مربوط به اینو تو بخش بعدی براتون ارائه میدم. حالا که فهمیدیم ایکس باکس چی بوده و چی شده که به اینجا رسیده، بهتر بریم سراغ بخش دوم و دوباره با تا همراه میشیم تا اخبار این چند وقت رو برامون توضیح بده. همونطور که داشتم میگفتم رسیده بودیم به زمزمه‌های مربوط به ناشر شدن ایکس باکس. این زمزمه از یکی از اینسایدرهای ایکس باکس به اسم جوز کردن شروع شد که با شوخی موضوع بیان کرد و همه جدی گرفتن و هر چی رفتیم جلوتر کارشناسای بیشتری این موضوع تایید کردن و تا جای پیش رفت که خود مایکروسافت مجبور شد واکنش نشون بده و اعلام کرد که به یه هفته نیاز داره که توی رویداد و مراسم بیزنسی توضیحات مربوط به این مسائل رو بدن. روز مراسم رسید و ایکس باکس و مایکروسافت اعلام کردن که 4 تا از بازی کوچیکشون رو برای پلتفرم رقیب قرار منتشر کنن، ولی تاکید داشتن که روند انحصاری و سیاست‌هاشون همچنان پابرجاست و نگرانی وجود نداره و به تولید سخت افزار هم ادامه خواهند داد. و ادامه دادیم، ما رفتیم جلوتر و یه سری کارشناسا این موضوع تایید کردن، ولی خب همچنان صحبت درباره این مسائل تموم نشده و همچنان بعضی اعتقاداتی به ناشر شدن مایکروسافت دارن. دوستان به پایان بخش من رسیدیم و با شما خدا نگهداری میکنم و میسپرمتون به مجری برنامه. ممنون بابت توضیحات کاملی که دادی و حالا برای بخش پایانی با امیر عباس همراه میشیم که نتیجه گیری و نظر خودش رو به ما بگه. خب میتونیم طبق چیزایی که تاها گفت و اطلاعاتی که داریم، به نظر من آینده ایکس باکس اینجوریه که جامعه فکر می‌کنه نیست و قرار نیست تبدیل به ناشر بشه و عرضه بازیش رو پلتفرم رقیب فقط به تعداد محدودی برای درآمد بیشتر ختم میشه و فراتر از این نمیره و نیازی نداره بره. فکر می‌کنم ایکس باکس و مایکروسافت فارغ از این حواشی به روند حال حاضرشون ادامه بدن. ممنون بابت جنبندی. تشکر می‌کنم از دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.